سلام، ساحل هستم و چنل یوتیوب ما خوش اومدید. توی ویدیو قبلی در مورد 3 تا از هتل‌های مخوف و ترسناک صحبت کردیم که امروز قرار بود 2 تای دیگه‌اش رو با جزئیات بیشتر براتون توضیح بدم. از اینکه بخوام هتل‌ها رو بهتون معرفی کنم ازتون میخوام چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار رو حتما فعال کنید که ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم لایک کنید تا با هم باشیم در ادامه این ماجرا و ببینیم که چه داستان‌هایی توی این هتل‌ها اتفاق افتاده. با 4مین هتل این لیست شروع میکنه. هتل هرشلی توی شهر لندن کشور انگلستان. این هتل بیشتر به خاطر جک ریپر قاتل زنجیره‌ای معروف به داستان‌های ترسناک مشهورتر شد. اما داستان این هتل از چه قراره؟ تا ادامه این ویدیو با من باشین تا اتفاقاتی که توی این هتل افتاده رو دونه بدونه براتون تعریف کنم. یکی از این اتاق‌های این هتل به شدت اتاق ترسناکیه از گفته مسافرینی که توی این اتاق اقامت داشتن. اتاق 333 این هتل. شاید توی ظاهر این اتاق خیلی شبیه باشه به اتاقای دیگه، اما طبق گفته مسافرین این هتل این اتاق یه اتاق نفرین شده است. چرا؟ الان براتون تعریف. یک آقای دکتر به همراه همسرش برای ماه عسل توی این هتل اقامت می‌گیرن. اما بعدش به طور مرموز و عجیبی این آقا همسرش رو به قتل میرسونه و بعد از اون خودکشی میکنه. خبرنگاری که توی سال 1973 توی این اتاق اقامت داشته تعریف میکنه که روح این دکتر رو دیده، اما با چهره‌ای کاملا ترسناک. اون یه آقایی با کت شلوار خیلی شیک، موهای جوگندمی اما صورتی به شدت وحشتناک، با چشمایی از حدقه بیرون زده و کاملا سفید به شکل تمامی ارواح. به گفته یه سری از کارکنان این هتل، یک شاهزاده آلمانی به دلیل نامعلوم خودش رو از پنجره این اتاق پایین پرتاب میکنه و خودکشی میکنه. خیلی از مسافرانی که توی این هتل اقامت داشتن میگفتن که روح این شاهزاده رو توی اتاق دیدن که از دیوارها و در عبور میکنه و هر زمانی که اونها روح این شاهزاده رو دیدن هوای اتاق به شدت سرد میشه. خیلی از مسافرین ادعا کردن که روح یک آقایی رو با یک زخم خیلی عمیق توی صورتش توی راهروهای این هتل میبینن. و اما مشهورترین روحی که توی این هتل دیده شده روح ناپلئون سومه. توی اواخر تایمی که ناپلئون سوم زنده بوده و توی دوران تبعیدش به سر می‌برده مدتی رو توی این هتل اقامت داشته و بعد به طرز عجیبی میمیره و خب خیلی از مسافرین روح ناپلئون سوم رو توی این هتل میبینن. یه روح گمنام دیگه توی این هتل رفت آمدهایی داره، مخصوصا توی اتاق 333 که به شدت باعث ترس مسافرین این اتاق شده. به گفته خیلی هم مسافرین آزار و اذیت‌هایی که توسط این روح بهشون وارد میشه به شدت ترسناکه و از همه مهمتر اینه که ناخودآگاه صداهایی از در یا داخل حموم این اتاق به گوش میرسه. از نظر خیلی شاید این داستان‌ها خرافات باشه و مردم از سینه خودشون در میارن، اما اگه شما از اون دست آدمایی هستید که فکر میکنید شاید این زاده قوه تخیل این آدم‌ها باشه، باید بهتون بگم که توی تازه ترین اتفاقات توی سال 2014 تیم کریکت انگلیس برای مدتی توی این هتل اقامت داشتن به منظور شرکت کردن تو اردویی که قرار بود اردوی آماده سازی این تیم باشه. گفته بچهای این تیم بعضی از بازیکن‌ها حتی همسرشون راضی نشدن که توی این هتل اقامت بگیرن و خیلیاشون این داستان رو تعریف کردن که زمانی که توی این هتل اقامت داشتن صداهای اونها رو آزار میداد و مانع از این میشد که بتونن خواب راحتی داشته باشن. و این ماجرا توی این قسمت با صحبت‌های بازیکنان این تیم مردم رو کمی به واقعیت نزدیک‌تر کرد که واقعاً اتفاقات ماورایی توی این هتل اتفاق میفته.